دوستان خوش اومدید به ویدیو جدید. اومدیم توی این ویدیو یکی از 4 تا از نژاد مورچه هایی که توی تهران هستن و بهتون نشون بدیم که چه شکلی هن و چجوری هن. اول ما میایم توی گوگل، باید اسم نژادا باید به انگلیسی بنویسیم. اول نژادی که میخوام بهتون نشون بدم اسمش میسوره. الان براتون مینویسم. این مورچه است. این مورچه توی تهران خیلی زیاده. حالا ببینیم چه شکلیه. این عکس مختلف میاره از ملکش که ملکش این شکلیه. این ملکه است. کارگرش هم که اینا میبینید این بزرگ ملکه است و این کارگری که اطرافشه کارگرشن. این اولین نژادم. این نژاد توی تهران خیلی و کل ایران این نژاد خیلی زیاده و همه جا پخش میشن اینا. حتی تو کوچه ها پارک ها هم میتونیم پیدا کنیم، ولی تو کوچه ها زیاد نه، بیشتر پارکن، مناطق جنگلی. و طول عمر این ملکهشون تقریبا 20 تا 25 سال این ملکهشون تو عمر میکنن. با که الان این بال داره این یکی. نه اینم اندازه در دست خیلی گنده هم هستن، اندازه یک ناخون میشن. بریم نژاد بعدی. نژاد بعدی که میخوام بهتون نشون بدم گاردن انته. خب گاردن انت این یعنی مورچه باقی سیاه که عکسشو بود. این مورچه توی همین ایران تهران هم همین شهرمون هم زیاده که عکس ملکش این شکلیه. این یه ملکشه که این نژاد من دارم یه مقدار، ولی نژادهای مختلفی دارم. گاردن انت به 6 قسمت تقسیم میشه که این نژاداشو میتونیم ببینیم. این هم مورچه خوبیه و برای آموزش خیلی خوب میشه پرورشش داد و راحت سریع هم رشد میکنه. طول عمر این ملکه هم 10 تا 15 سال. این ملکه یکم کمتر عمر میکنه. اینم عکس ملکشه. کارگراشم این سیاهایی که اطراف ملکه. بریم نژاد بعدی. نژاد بعدیمون بیگ هد انت. اینا رو باید به انگلیسی سرچ کنیم، چون فارسی هم بنویسی میاره ولی اطلاعات کمی نمیاره. نمیبرد. این نژاد که یه نژاد خیلی خطرناکه، نه ولی گازم میگیره. این نژاد توی آسیا خیلی زیاده و به عنوان بدترین مورچه مهاجم جهان شناخته میشه. این به وسطی ملکه است، این کوچولو هم کارگرشونه. اینا اسمشون یعنی مورچه کله بزرگی، به خاطر اینکه اینو نگاه کنید، این قسمت جلویی بدنش که خیلی کله بزرگی داره، بقیه بدنش کلش بزرگتره، به خاطر اسمش رو گذاشتم بیگ هد یعنی کله بزرگ. و اینا خیلی هم مهربون. این عمرش 10 سال ملکهشون. کارگرشون زود میمیرن ولی ملکش 10 ساله. این از عکس کارگره. اینا هم ملکن دیگه، 3 تا ملکه این پشت سر هم. بریم نژاد آخر. هانی انت یعنی مورچه عسل. خب این مورچه که عسل تولید میکنه، ببینید این مورچه تو ایران خیلی کمه و من من یه نژاد دیگه شو دیدم، کوچولوه، خیلی زیاده ولی اینجوری شکماشون باد نمیکنه. اینا و عسل رو جمع میکنن تو شکمشون ذخیره میکنن. نگاه کنید شکماشون پر شده بعضیاشون. این مورچه تو استرالیا زیاده ولی یه نژادش هست که بهش میگن مورچه دونده، همین شکلی اونم توی ایران خیلی زیاده، به رنگ سیاه هم هستن. نه بعد نژادش ملکشم بهتون نشون بدم.
نه ملکش تقریبا میشه گفت این شکلیه. قرمزش هم هست، این قرمزشه، رتانینته. این قرمز این توی شهرها نیست، بلکه توی پارک چیتگر، پارک‌های جنگلی این زیاده. توی شهر مثلا تو خیابون نمیتونی این مورچه رو پیدا کنی یا تو حیاط. این مورچه چون نژادش هم خاصه. خب امیدوارم براتون مفید باشه که ببینید چه نژادایی توی ایران هست. اینا توی ایران خیلی زیاد بودن. لایک و دنبال فراموش نشه تا ویدیو دیگه. خداحافظ.